اینطوری؟ مگه سلام داداش. لشکرآباد میرسی؟ والا من یه مدتی الان باید بمونم اهواز، نمیتونم بهت نوبت بدم، قولش هم بهت نمیدم. کارم هم اصلش ماساژوریه، معروف هم به بلد حبشی، اونم اونجا هم کارم هم ماساژوریه. داشتی چه کاری میکنی؟ داشت میخوام کارمو تست کنم، میخوام ببینم با ماساژوریم حال میکنی؟ تو خدا خیرت بده، کارتو میخوای رو من تست کنی؟ مشتی این چه کاریه قربونت؟ کار درستی نیست شما داری الان انجام میدی. کردم یه بار دو بار دست زدی، حرکت درستی نیست. میخوام ببینم با کارم حال میکنی یا نه. حتی خودتو بدون مشتی. من این کمی عصبی هم، یا میبینی یه چیزی بهت میگم و کرده خودم پشیمون میشم. چی کار میکنی پسر؟ کردی پیش خودت چی فکر میکنی؟ شدی اومدی اینجا گوزو بسکوت، چی پیش خودت فکر کردی؟ داداش میگه چی کار کردم؟ مگه من با تو شوخی دارم؟ ابله از اومدی اینجا که چی میخوای ثابت کنی؟ داداش کارمو میخوام تست کنم. یعنی اینجا شوخی نیست، اینجا اهوازه. شوخی نباید این شوخی ها با کسی بکنی. مگه من با تو شوخی دارم؟ میشناسمت. افتی خودت داداشم اشتباه حد خودتو بدون. داداش عزیز مشتی چی پیش خودت فکر میکنی بچه خوشگل؟ مگه من بهت نمیگم شوخی نکن با من اینطوری؟ مگه من بهت نمیگم شوخی نکن؟ مگه من بهت نمیگم؟ داداش مگه من چیکارت؟ مگه من با تو شوخی دارم ابله؟ بیا بریم اصلا پایین ببینم. بیا اصلا پایین. بیا اصلا پایین. بیا ببینم چی؟ بیا پاین ببینم. چی میگی تو؟ چی پیش خودت فکر کردی؟ بابا گاییدینمون با این دوربین مخفی. دوربین مخفی چی؟ از اونجا بلند شدی اومدی اینجا دوربین مخفی برا من میگیری؟